سلام. قبلا چجوری اینترو میگرفتم؟ بچه سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه با من. قراره تا 2 ماه پام تو گشت باشه و این یه ذره آزاردهنده است. اونم برای من قاعدتا برای همه آزاردهنده است، ولی خب شاید برای من بیشتر آزاردهنده باشه. یک، تمرینای ورزشیمو خیلیاشو باید بذارم کنار. پا نمیتونم تمرین بکنم، شاید اذیتم بکنه. یعنی خب قاعدتا اکثر اینطوریه که وقتی یه نفر یه پاشو از گچ در میاره، پای کلا ضعیف شده و حتی لنگم میزنن بعضیا. خلاصه توی این 2 ماه که قرار پام داخل گچ باشه، 2 تا مسابقه بسکتبال، یه مسابقه والیبال و یه مسابقه دو رو هم از دست میدم. حالا قرار من چیکار کنم داخل این ویدیو؟ هیچی. قرار 2 ماه فیلم بگیرم. راستی حافظه گوشیمم کلا پاک شدیه چند وقت پیش. الان قشنگ حافظه دارم با گوشیم ویدیو بگیرم. این روز اولمه، یعنی روز اولم که پام تو مدرسه شکست. نگفتم چجوری شکست. من داشتم فوتبال بازی میکردم، یه دونه گل زدم، بعد دقیقه آخر خواستم بهمون گل بزنن، دفاعش کردم، رفتم جلو، خواستم شوت بزنم، بعد یه نفر تکل زد روم، پس من روم انگشتی بزرگ پام این بود. یه قسمت پایینی شکست و اون قسمت پایینی به 3 قسمت مساوی تقسیم شده. الان میخوام مقادیری مشق بنویسم. بریم مشق بنویسم. من متوجه شدم که به دوستام نگفتم، دستم نه پام به فنا رفته. شاید فردا بهشون گفتم. من مقادیر گیم زدم امشب. ورزش که نمیتونم بکنم فعلا، نه نمیتونم بزنم، دراز نشست نمیتونم برم، بقیه کاری که برای شکمم و چه میدونم کمرم و اینا اصلا نمیتونم انجام بدم. کلا به فنا. راجع این فکر کردم که حالا تهش همون تو گل نمیشد دیگه، چرا زدی خودتو کشتی؟ بگذاریم. فردا قراره چیکار کنم؟ فردا قراره طبق روال معمول برم مدرسه. با پام با انگشت شستم شکسته، پس نمیرم مدرسه. خیلی کار دارم. اگه نرم مدرسه، من همینجوش معمولی 2 هفته دیر رفتم مدرسه، پس نمیتونم. همینجوری تازه الان رسیدم به بچهای دیگه که چی کار میکردن اینجور چیزا. مدرسه هم نمیتونی ول کنی. نمیدونم تو مدرسه راشدشو بخواد چیکار. تو مدرسه که نمیتونی فیلم بگیریم قاعدتا. بازی که نمیتونم بکنم. من حالت عادی میرفتم مدرسه، زنگ تفریح رو بسکتبال بازی میکردیم، ولی الان دیگه نمیتونم بازی کنم. پس باید بشینم تو کلاس، چه میدونم به کاری میکنم. بعدش که اومدم خونه میخوام یکم درس بخونم و بیشتر هدفم اینه که توی مدتی که پام تو گچه یه مقدار تمرکزم بذارم رو بقیه چیزام. یعنی مثلا درس، قبلا درس کردم، مثلا وقتم میذاشتم رو ورزشم، رو تمرینام، رو که مثلا تکنیکام. و آره الان که نمیتونم این کار بکنم، یه ذره درس بخونم، مثلا جغرافیام برای زیست گوشی باشه نوشته. بعد از اینکه درس خوندم احتمالاً یه مقدار کتاب بخونم، سپید دندان میخونم، یا مثلا اینو میخونم، دیستنوت استوریلاین انادر نوت. این قرص هایی هم که برای پام و کلا حالت عادی قرص بخورم، یه ذره خوابش قرص خودم یه ذره خواب می آورد، ولی اینا دیگه یکم زیادی خوابه، چون مسکنه، چون که پا در نگیره و بیشتر فکر کنم که بیشتر خوابم میگیره. امروز مثلا خوردم خوابیدم از 4-5 تا 9. همین دیگه. الان هم الان ساعت چنده؟ 3. برای بخوابم، چون باید فردا بابرم مدرسه. بریم فردا. سلام به ویدیو دیگه که نه. امروز فرداست. الان فرداست. من الان مدرسه اومدم، همونجور که این موام خیلی چربی، برم همون بریم چی میشه. خب 1 ساعت پیش رفتم هموم، نهارم خوردم، یه ذره اینا خوندم. الان میخوام برم مشقم بنویسم تموم شه بره. بعدش هیچ ایده ندارم باز میخوام چیکار کنم. احتمالاً برم گیم بزنم، ماینکرافت، ایپکس چیز. شاید گیم پلی هم گذاشتم داخل این ویدیو. یادش بخیر زمان گیم پلی میذاشتم آخر ویدیو هم که واچ تایم بگیرم.
همونجوری که ازم معلومه کلی گیم دادم، یعنی کلی که ندادم، یه ساعت ایپک زدم، یه سری میشن و تاسک و اینجور چیزا انجام دادم و خیلی سخته که توی تیم میت نداشته باشی که هر دقیقه فوشش بدی. تو این یه ساعت خیلی فشار خوردم. الان براتون میذارم. نه فشارامو نمیذارم. Dulce tormento que tú vas afuera, ven pa dentro, dale. Mami yo te veo ahí con tus amigas. حالا میخوام برم یه ذره میزم و اتاقم اینجور چیزامو مرتب بکنم که ذره داره اذیتم میکنه این شکلیه. آره خب امروز روز چهارمه. حالا چرا روز سوم من ویدیو نگرفتم؟ به خاطر اینکه همه چیز داشت یک نواخت میشد و نمیشد که توی روز دوش اومدم خونه همون کردم نهار خوردم مشق نوشتم. آره خلاصه امروز چرا دارم ویدیو میگیرم؟ امروز همه چیز یک نواخت بود بگر از اینکه داخل مدرسه خوردم زمینی داشتم و پله میمدم یه بندگان خدایی که بچه بودن میدویدن، یکیش دوید خواست بری که اون زد به عصای من تو پس به زمین همونو پا شدم. ولی خب خلاصه یه چیز که نه دو چیز شاید هم 3 چیز، نه همون فقط یه چیز. من قرارم شب ورزش کنم ویدیوشم میدارم دیگه. امروز روز دهم فکر کنم، نمیدونم. من رفتم دکتر گفت که انگشت باد استخونش که شکسته همون جوریه فعلا، ولی از اون جایی که استخون اصلیش بوده تکون نخورده، پس این پوینت خوبیه و احتمال اینکه این دوتا به هم جوش این 3 تا در واقع به هم دیگه جوش بخورن بیشتر میشه. همین یه ذره ماینکرافت بازی کردم ببینید چی بده. اومد حرومزاده. کجا میای چونی؟ افتاد زدم بدشونم زدم یارشم میزنم، نه خودشو دیگه نمیزنم. بدشون نایس. میخوام پای بوجا بزنم. امروز فرداست. من مدرسه برگشتم، شلوار مردی رو پوشیدم، با یه پا بسکتبال بازی کردم، 3 نفر بردم. اون 3 نفر فلج بودن، بالاخره منم فلج بودم. من فیزیکی اونا ذهنی. من پامو در آوردم. خب یه هفته خورده ویدیو نگرفتم از آخرین روزی که ویدیو گرفتم، چون موم بلند شده، ولی خب کار داشتم نتونستم ویدیو بگیرم و کانتنتی هم نبود که بخوام ویدیو بگیرم. نمیتونم راه برم، لنگ میزنم، حداقل دیگه با عصا نمیرم مدرسه. فردا شبم هالووینه. یه دونه کلاه ایمنی سربازی بهش میگن، نمیدونم اینم چی بشه. شاید ویدیوشو گذاشتم شاید هم نذاشتم. خلاصه که من پامو در بردم از گچ. نمیدونم چرا یه نفر باید بشین تا اینجا نگاه کنه. اگه نگاه کردید احمقی. خدا نگهدار. هیچ سلامی ندارم. Girl, you're crystal, El Shantan